رجب علی ایبرانی. زنرجون یاقوت تاکه چند قفس تیار میشه اما گیشنگی دم جکو غلطی دستم نمی استادش تیاره می غلطم. ولی 5 minut تیار میشه مادر جان. ای زنم که دوار که عیابی در اومده من 5 minut گفته سه. چیه یا من هیچ شو نفهمیم مادر جان. سوس مادر کی جان. نفهمیدم. سوس. یک خیلی دستت گلای تا اگر همی کو اگر خوک قطعی لویا خود کنی وجه کو مزه و لذت دارم. رحمت مادر جان. به فکرم آوازی دارن. زمان که نرشید هست؟ آزی السلام علیکم. السلام علیکم برادر جان. چشمو شما آقای مهربان کدوم شمال برادر؟ شمال شما در برادر جان. شمال ما؟ بله. میگم سرجر خشتمان بینی برای دوستی نمیشه. اما خود کردیستم. پوپشو را بکش بداریم بعد صحبت میکنیم در وجه دایی جدادن در گم نزنه. نصیب برادر جان یک وقتی دیگه سروسیمه راستی خبر داشتیم گفتم من را برسونم. تو برادر جان خیلی مزد 100% هسته یا نه؟ بله. بله؟ تو 16 ایتاژ اومدی چای مورا خراکی مورا نخورداد این یگان توی نمیریم کس پوشو تا؟ اگه فقط میخیریم برادر جان با یکم وقتی دیگه ما راستی خبر مهم داشتیم من را گفتم برسونم برادر جان. بخیر روخی برادر؟ انا برادر جان پدرت مزهش خوب نیسته. پدرم؟ بله پدرت مزهش خوب نیسته به حد حالتش وضعی نه اگه آدمی میگنده گفته نمیشه یک میرفتی خبر میگرفتی خطا پرسیدیسی. برادر جان تو مرا ای که میشناسی؟ چند سال شد مرا میشناسی؟ ای خوردی. ای خوردی مرا میشناسی برادر؟ بله. خودت ناز میدونی که ما در زندگی سخت عذاب کشیدیم. بیخونگی رم دیدیم، گشنگی رم دیدیم، سردی رم دیدیم. همه پستی های زندگی را سر گذراندیم برادر. دیده بودی که یگان وقت در بری ما پدر باشد. برادر جون همین چیزا که میدونستی باید میگفتی که رجب علی پدر نداره. رجب علی بی پدر شاهد میشدی میگفتی که من تمام حادثه را تمام حالتهای پستی زندگی هم آدم دیده بودم. برادر من در حیات برای من هم پدرم هم مادرم هم خوشبختیم هم زندگیم یک نفر ای مادرم. بفهم بله برادر جان بزرگا میگن که پدر و مادر اگر خوب باشن خوبانی کرد. میفهمی؟ برادر جان ما اگر پیخته 100% فهمیدم میفهمم. نیکی همون بزرگا باید در صحیفه های آینده کتابشون باید گفتگی باشن که یگان شوهر یگان مرد حق و حقوقی نداره که زن فرزند بیگناه بیرون ایدر کنه و دم به یک بیوزن دم به یک جوان زن برای نفس بگیره و زن فرزند بیرون ایدر کنه خورزور کنه. درسته؟ اگر نباشه بزرگا را بگو ای سر بنویسن که دیگرها را درس شوه عبرت شوه. السلام علیکم. رجب علی بچم مهمان چی دادن در قبیدی؟ مادر جون نیم ساعت حقیقتی مهمون صحبت دارم. انا تکلیفش که گفتم ینگد نه خراب پخته است بیا مقصد بدارم. میگه سروسیمه وقت ندارم یک خبر آورده است. ایده ها تینجی بود. چی خبر باشه؟ میگه که ما پدر ندارم. این میگه که پدرت بیماره. من پدر دارم؟ ها؟ آخی مادر جان من تا این روزه پدرم نه خط شدیدم نه صورت شدیدم نه نامشه نه نشونشه. برای من مادر جان هم پدر هم مادر هم زندگی هم خوشبختی ای شمایی. برادر عزیز یک پیاله چای. هزار امان مبرم برادر جان. یک پیاله چای ما رو نمیگیری؟ نصیب یکم وقتی دیگه میشه. خب خداوند نگهبان احتیاط کرد حتما گفتگی های من را برسون. خوش آمدی بچه. باور که من نمیدونم که
این آدمو با کدام روح، با کدام وجدان، با کدام ناموس با میگن که فلان کس فرزندی من های. بچه‌م مهمون خفه کردی. بچه‌م کاری نغز نکردی. کاری نغز نکردم اوچه؟ ما کاری بهترین کردم اوچه. کاری نغز کردم. پدرم کاری نغز کرد. ها؟ دم یک جوانزن اگرفت اویله خوبه فرزندای نازنین در قد کوچه پرتافت. ها؟ فکر گشنگی و تشنگی و بخونه و دری ما را نکرد. در قد کوچه جگاری فروختیم، سمیچکه فروختیم، همه پستی زندگی را دیدیم. کار خوب بود. بر یک بیوزن هم که کیف صفا کو بگرد. امروز که بیمار شدی بعد فلانی فرزندم بیاید، فرزندم یاد کردم. ما یادم نکنن. من مادر کی را دیدم در زندگی؟ در حالتهای گشنگی هم مادر جان در برم خدمت بدی، در حالتهای سردی هم در برم خدمت بدی، در تمام حالت مادر در برم خدمت بدی. به همین خاطر من یگان پدر ندارم. پدری من، مادری من، زندگی من، خوشبختی من کرد خدمت مادر جان. با وفای زندگی خدمت باشه. فهمیدی اوچه جان؟ راست میگی بچه‌م. ما جگاری فروختیم، ما سمیچکه فروختیم، ما عذاب کشیدیم، به خانگی دیدیم، ما رو از خانه هاشون پیش کردم. لیکن من شما رو کلام کردم. خدا با شکر شما با سواد شدین، شما با تربیه شدین، صاحبی کار شدین، صاحبی یک دهن نان شدین. خدا با شکر اینا خانه و داری زندگی میکردگی خودمون نیافتیم. دیگه در پیش هیچ که گردنی کج نمیکنیم بچه‌م. خدا با شکر. مادر یا همش من نمیفهم یا چه خیلی انسانن یا وجدان دارن ندارن. اون روز دیگه اونم بیناموس دیگه شد دیدی؟ تقاین ما قول خونه‌ش رو میخوردیم. ها؟ فرزنداش گشنه میموندن، زنش گشنه میموند که ما را بیرون ایدر کرد. یگون چی مادر جون؟ خودی آدم نمیره با اون حالتوی سختی میگذره، نیکی خاطرش در سر هر یک آدم میمونه. بچه آدمایی که ما را عذاب دادن سوال و جواب شد دادن علکه. پدری که شما را پرتاف رفت در پیش خداوند سوال و جواب شد. در صدمه گرفتار شد. از میان پایانش کار نمیکنه. 11 سال میشوه که در عربه میوبی خوره. 11 سال میشوه که چشم برای مردمه. 11 سال میشوه که عذاب تنهایی کشید. وقتی که خداوندی بزرگ به همیقه بزرگیش گناهی بندش هم میبخشه، ما چیم دیگر بچم؟ فرصت های دست نده بچم. در همین دمی آخر دعای نیکی پدر تگی بچم. گفته شما رو مادر جان قبول میکنم. قبول. نیکی فقط با یک شرط اوچه. چی شد؟ شرط همین که یک جا میریم. مایل بچم. Подписаться, лайк и комментарий.